سلام دوستان، امروز اومدیم با یه ویدیو جدید راجع به عطرها و یه نکته خیلی کاربردی در عین حال ساده و مهم. ببین، عطرها فصلهای متفاوتی باید استفاده بشن. مثلا توی فصل تابستون باید یه عطر خنک، ملایم، رایحه نعنادار و مرکباتی باشه که به شما حس و حال خیلی خوب، تراوت و نشاط و زنده بودن رو به شما بده. بعضی از عطر داخل زمستون که باید استفاده کنیم باید گرم، تند، یه مقدار تلخ و چوبی باشه، چون عطرهای چوبی و تلخ اصولا سنگینن و خودشون توی هوای سرد خیلی قشنگتر نشون میدن. بعضی عطرها رو باید داخل فصلهای بهار استفاده کنیم که معمولا گلیتور هستن که با حال و هوای اون فصل خودشون رو نشون میدن. و بعضی عطرها هم که داخل فصل پاییز استفاده میکنیم اصولا باید دودی باشه، به خاطر اینکه با رنگ و حال اون فصل پاییز همخونی داشته باشه. پس هر موقع خاصی عطر انتخاب کنی فقط به خوشبو بودنش دقت نکن، به زمان استفادهش هم دقت بکن که بتونی بازخورد خوبی داشته باشی.